پخش تصاویر دیدنی از جاذبه‌ها و تنوع تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی ایران برای مدیران شرکت‌های تورگردی هند یکی از بخش‌های همایش معرفی توانمندی‌های گردشگری کشورمان بود که در 3 روز گذشته علاوه بر دهلی در شهرهای حیدرآباد و بمبئی هند برگزار شد. बहुत ही खूबसूरत जगह है और बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं. ایران کشوری زیبا و امن است. مردم متمدن و با فرهنگی دارد. ایرانیان حسی دوستانه به هندیان دارند. من در هر گوشه ایران از مشهد تا تبریز، از چابهار تا شیراز و اصفهان همه جا را دیدم. من انتظار دارم شهروندان هندی بیشتری به ایران سفر کنند و ایرانیان نیز به هند بیایند. یکی از هدف‌های برگزاری برنامه‌های معرفی به ایران انتقال واقعیت‌های موجود در ایران هستش. ایران به عنوان کشوری امن، کشوری که سال گذشته بیش از 6 میلیون بازدید کننده و گردشگر خارجی رو میزبانی کرده و حدود 58,000 نفر از اونها مرتبط با کشور هند بودند. برنامه مقابله با ایران هر راست رو از طریق ظرفیت‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری پیگیری میکنه. تلاش برای افزایش جذب گردشگران بین‌المللی، ایجاد فرصت‌های تازه، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی مقاصد گردشگری جدید از جمله اهداف این مراسم بود. جمهوری اسلامی ایران هند رو، دارندگان گذرنامه‌های هند رو از ویزا معاف کرده. خب این یک تحول بزرگ. الحمدلله پرواز مستقیم بین دو تا کشور برقرار. البته کافی نیست و ما با هم شرکت‌های ایرانی و هم شرکت‌های هندی داریم تلاش می‌کنیم و داریم متقاعدشون می‌کنیم و زمینه رو براشون فراهم می‌کنیم که پروازها رو افزایش بدن. هند کشوری با بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون نفر بزرگترین بازار گردشگری در جهان محسوب می‌شود. आदान प्रदान जो है हमारे लोगों का برای گسترش روابط مردمی در وزارتخانه‌های گردشگری دو کشور در سطح بالا تبادل نظر و درباره امکانات پرواز مستقیم، روادید و پرداخت دیجیتالی گفتگو شده است. شمار قابل توجه گردشگران این کشور بازار هدف مطلوبی برای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. در 4 ماه گذشته و پس از لغو روادید برای گردشگران هندی بیش از 30% به تعداد گردشگران هندی برای بازدید از کشورمان اضافه شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.